سطح مسابقات سطح خیلی بالایی هستش و تیم فلسطین و تیم پاکستان در واقع بهترین تیم‌های حاضر در مقابلات. من نیکولا امیر هستم. خیلی خوشحالم که در اینجا هستم. من توی سطح اول لیگ ایتالیا بازی میکنم. خب با اینکه در ایرانی تونستم برای ایران بازی میکنم. در خصوص میزبانی خیلی راضیم از میزبانی، بخاطر اینکه برنامه بسیار محترم نورگردی داره ایران و تا اینجای کار همه چیز عالی بوده و یه میزبانی خیلی خوب با ایران انجام داده. سطح استادیوم بیسبال خلیج فارس البرز بسیار خوب شده برای این رقابت ها. از ماه‌های گذشته ما همکاری‌های خوبی رو داشتیم با مجموعه استان که برای این میزبانی خودمون رو و زمینمون رو آماده کنیم که یک میزبانی شایسته داشته باشیم و خدا رو شکر همه تیم‌هایی که اومدن و نمایندگان آسیا از سطح زمین مسابقه حداقل به صورت عالی داشتن. این مسابقات چندمین دوره مسابقات بوده و چند تا تیم شرکت کرده بودن؟ خب این دوره 16مین دوره مسابقات غرب آسیا بود و 7 تیم حضور داشتن که 6 تا از تیم‌ها مهمان بودن و واقعا از نظر کمی که بیشترین تعداد تیم و از نظر کیفی که بیشترین مسابقات با کیفیت رو برگزار کردیم در نوع خودش بی‌نظیر بود. به گفته همه مسئولین فنی تیم‌ها، نمایندگان آسیا و تمام تماشاگرانی که حضور داشتند. منصوریان سطح بیسبال ایران با حالا کشورهایی که الان حضور پیدا کرد مثل خب کشور قدرتمند هند، پاکستان، با اینا چطور میبینید؟ چقدر طول میکشه ما به اون سطح برسیم و اینکه بیسبال ما اینقدر رشد بکنه؟ از نظر کیفیت که سطح با هم قابل مقایسه نیستیم واقعیتش، چون هیچ گونه حمایتی که تو این سالهایی که بیسبال توی کشور وجود داره آنچنان از بیسبال نشده و اگر پتانسیل بزرگی که ما توی ایران داریم از نظر فیزیک بدنی و هوشی که ایرانی‌ها دارن، بیسبال فوق‌العاده میتونه جایگاه خوبی داشته باشه و میتونه رشد بزرگی داشته باشه. منتها این خب حمایت لازم است توسط مسئولین مربوطه لازم داره.